بعد اینکه مثلا غسل کرد از لباسهای معمولی، لباسهای عادی که هر روز میپوشید از آن پر خالی میشد. یگان نوع لباس باید در بدنش باقی نماند غیر همین دو پارچه لباس احرام که یک قسمی آن را به عضو پایانی بدن پیچانیده میشد که آن را ایزار میگویند، قسم دیگری را به کتف گرفته میشود که به واسطه آن قسم بالایی بدن پوشیده میشود و این خاص برای مردها هست. اما زنها به هر لباسی که دارند همان لباس که بعد غسل لباس معمولی خود را پوشیدن میگیرند، لباس عادی خود را. خوب است که لباس تازه یا لباس نو باشد، یعنی مستحب است که لباسی که انسان میپوشد لباس تازه یا نو باشد. و در مسئله رنگ لباس یگان دلیل مخصوص نآمده است که زنها لباس سیاه یا کبود یا یگان نوعی دیگر هر لباسی که دارند و مخالف شریعت نیست آن لباس را پوشیدنش اجازت است. اما مردها مستحب برای ایشان این است که دو لباس سفید پوشند، برای آنکه پیامبر علیه السلام گفتند که البسوا من ثيابكم البياض، از لباسهای خود لباس سفید پوشید و کفنوها موتاکم فانها من خیر ثيابكم، و مرده های خود را با آن کفن کنید، یعنی با لباس سفید. برای چی؟ فانها من خیر ثيابكم، چون لباس سفید بهترین لباس شما هست.